سخنان استیو جابز در آخرین لحظات عمرش نگاه شما را به زندگی تغییر می دهد. سلام دوستان خوب من خالقیار هستم. شما را خوش آمدید می گویم به طلوع سبز. استیو جابز مؤسس و مالک شرکت اپل و میلیاردر آمریکایی در سن 56 سالگی به اثر مبتلا به سرطان درگذشت. این مرد شگفت‌انگیز با ابتکارات و خلاقیت‌هایش تحول بی‌نظیری در صنعت موبایل‌های هوشمند در دنیا ایجاد کرد. در آخرین لحظات عمرش در بیمارستان این چنین گفت: من به قله موفقیت‌ها در دنیای تجارت رسیدم. در چشم دیگران زندگی من حد اعلای موفقیت است. هرچند در کنار کار کمی هم از زندگی لذت بردم. در این لحظه که من در بیمارستان به سر میبرم تمام زندگیم را مرور میکنم. حالا فهمیدم که تمام موفقیت و ثروت هایی که با آن افتخار میکردم با وجود مرگی که در این انتظارم را میکشد به معنا شده و رنگ باخته است. شما می توانید کسی را استخدام کنید تا برایتان رانندگی کند. شما می توانید کسی را استخدام کنید تا برای شما پول در بیاورد. اما نمی توانید کسی را استخدام کنید تا درد شما را متحمل شود. اشیای مادی را می توانید برگردانید، اما یک چیز وجود دارد که اگر از دست رفت دیگر برگردانده نمی شود و آن زندگی است. وقتی انسانی را به اتاق عمل جراحی می برند او می فهمد که یک کتاب وجود دارد که می باید خواندنش را به اتمام برساند و آن کتاب زندگی سالم است. در هر مرحله از زندگی که اکنون به سر می برید سرانجام روزی خواهد رسید که پرده تئاتر زندگی پایین کشیده می شود و همه چیز به اتمام می رسد. استیو جابز در آخرین لحظات عمرش در تخت بیمارستان می گوید: دارایی های واقعی شما عشق به خانواده، پدر، مادر، همسر، دوستان و اقارب است. هرچی بزرگتر و عاقل‌تر می شویم کم کم می فهمیم که یک ساعتی $30 با ساعتی $300 تفاوتی ندارد، چون هر دو یک زمان را برای ما نشان می دهد. داشتن یک خانه 500 متری و یا داشتن خانه 5000 متری تفاوتی ندارد، چون در هر دو تنهایی زجرآور است. کیف پولی $30 با کیف پولی $500 تفاوتی ندارد، چون در هر دو یک مقدار پول جای میگیرند. بنابراین امیدوار هستم بفهمید که خوشبختی واقعی در داشتن خانواده، دوستان و آشنایان و خوشگذراندن با آنهاست. کسانی که با آنها حرف میزنین، میخندین، آواز میخوانین، بازی میکنین و از هر دری سخن میگویین، این است خوشبختی واقعی. 5 حقیقت غیر قابل انکار زندگی این گونه است: به فرزندانتان ثروتمند بودن را نیاموزید، بلکه خوشبخت زندگی کردن را بیاموزید تا وقتی که بزرگ شدن ارزش اشیا را بدانند تا قیمت آن. 2. غذاهایتان را مانند داروهایتان بخورید، زیرا در غیر این صورت مجبور خواهید شد تا داروهایتان را به جای غذایتان بخورید. 3. کسی که شما را دوست بدارد به خاطر دیگری رها نخواهد کرد، چون اگر 100 دلیل برای رفتن وجود داشته باشد او یک دلیل برای برگشت خواهد یافت. 4. تفاوت زیادی میان انسان و انسان بودن وجود دارد، فقط عده کمی این را میفهمند. 5.
شما وقتی که به دنیا می آیید شما را دوست دارند، وقتی که از دنیا می روید هم شما را دوست دارند. اما مدیریت این دو فاصله زمانی با شماست. توجه داشته باشید، اگر می خواهید که صریح بروید تنها بروید، اما اگر می خواهید راهی دور بروید با یک امرا بروید. استیو جابز میگوید من برای شما 5 تا از بزرگترین دکتران جهان را به معرفی میگیرم. 1. نور آفتاب. 2. استراحت کردن. 3. ورزش کردن. 4. رژیم غذایی سالم. 5. اعتماد به نفس. 6. دوستان خوب. اینها را در تمام مراحل زندگی با خود داشته باشید تا از یک زندگی سالم برخوردار باشید.